اومدم اینجا چند تا خانم میخوام ازشون بپرسیم که آقاشون میوه جون تر میسونه یا باباشون. بابام آخه خدا بیامرزدش. گفت درست کنه بابام بهتره. بابام تجربهشون بیشتره ولی آقا هم با کیش نیالا بخریدنشون. بابا خود جا خود دارم. حالا خود هیچ تاشون ندارم. من خودم به خدا اصلا آقایون اصلا نباید بهش اعتماد کنیم تو میوه گرفتن. حالا آقا اون کم راه افتیدن. بابا خود ندارم آقا. نه فقط تو زن گرفتن خوبن. پسرام معلومه. معلومه بابا. آقامون خیلی ما پدر شوهر خوب میسونن و بابامون فقط عادت دارم میوه جون بخورم. ها خیلی خوب. آقامونم به بابامون رفتن، یعنی میوه خیلی خوب و جون همیشه میخریدن و میوردن خونه. هم بابامون جون میگرفتن و هرچی نو میمد تو بازار هم آقامون. خدا بیامرزه بابام ولی آره آقامون میوه جون تر میسونن. هیچ که تو عمرم مثل بابام خرید نمیکرده، از دلجونی و از همه چی. ببینی من نه بابا دارم نه آقا. مثل همه فرقشون همیشه بذاریم. من بهتر از شوهرم میخرم. هیچ کدوم خود هر جفتشون. بابامون. آقا خودم بابام تو کشاورزه خدا هیچ تاشون. بابا اینا که دی بودن که میوه داشت ولی آقا اون خوب بخرید. آقا همسرم هم خدا رو شکر خیلی خوب خرید میکنن. آقامو هر دو تاشون. من راستش بگم یا دروغش بگم؟ اول راستش بگم. راستش بگم بابا. از آقا ما میوه نمیسن. بابا بالاخره ده بابا دست و دل جون تره آقا هندی، حالا بیاد اینا قبول کنه به افتخار بابا.